شاید باورت نشه ولی بازم برات خونه‌های کوچیک آوردم. این خونه فقط 3 متره. بیا با هم بریم دیزاینش کنیم. اول اومدیم یه تخت گذاشتیم، دیدیم که اینجا جا نمیشه. چند تا آجر به عنوان پایه گذاشتیم که بتونیم یه روکش چوبی بذاریم به عنوان تخت. بازم دیدیم هیچ کاری نمیشه کرد. پس تصمیم گرفتیم قسمتی که پنجره هست رو کاشی سرامیک بکنیم، یه کانتر بزنیم که بتونیم روشویی رو داشته باشیم، یه آینه و یه دونه توالت فرنگی میذاریم و یه دوش کنارش که بتونه اینجا راحت حمام بکنه. این قسمت رو با یه محفظه درب شیشه‌ای تلقی جدا می‌کنیم که کلاً فضای مجزایی باشه. یه قسمت دیگه یه مبل 2 نفره میذاریم، یه میز تاشو و یه تیوی که به دیوار چسبیده، یه فرش هم میندازیم که بتونه از اون میز به عنوان کار کردن و غذا خوردن استفاده بکنه. چون فضامون کمه مجبوریم از همه جا به نفع احسن استفاده کنیم. یه شلف بالا سر مبل میزنیم که وسایل اضافه‌شو آویزون کنه. اون قسمت خونه هم یه کانتر میزنیم که بتونیم روش گاز داشته باشیم و زیرش لباسشویی، بالاش هم یه قفسه واسه روغن و ادویه‌جات. یه یخچال کوچولوی مینی هم میزنیم کنارش. اینجوری یه فضای خیلی خوب داره. یه ذره که ارتفاع دادیم میایم با استراکچر فلزی و روکش MDF براش یه تخت درست میکنیم. کلی قفسه میزنیم که بتونه لباسهاشو اونجا بذاره که درب هم داشته باشه. یه شلف سرتاسری هم نصب میکنیم که بتونه اونجا کتاباشو بذاره، عینکشو بذاره، گوشیشو بذاره. یه نرده هم میزنیم برای محافظت. یه پرده هم میکشیم که حریم خصوصیش حفظ بشه. اینجوری یه خونه خوب و دنج داره. یادت نره منو فالو کنی چون هر روز از این ویدیوها داریم.